یک سرباز تاجیک را در قسم حربی ناحیه مرغابی ولایت بدخشان به گفته پیوندانش زده کشته‌اند. نیروهای نظامی آمریکایی از منطقه هممرز قرقیزستان با تاجیکستان دیدن کردند. به قرقیزها شرکت اختیاری در جنگ و گرفتن سلاح قانونی شد. بعد سرشوی جنگ روسیه علیه اوکراین برای گرفتن شهروندی روسیه بیشتر زنان درخواست دادند. یک سرباز تاجیک را در قسم حربی ناحیه مرغابی ولایت بدخشان به گفته پیوندانش زده کشته‌اند. جسد شاهرخ محکموی 19 ساله را که یک سال پیش به ارتش برده بودند روز 18 اکتبر از سردخانه دوشنبه به زادگاهش دهه روات نوی شهر کانیبادان برده‌اند. شاهرخ محکموف چند ماه اولی عسکری را در ولایت ختلان گذشته نیم سال آخر در ناحیه‌های بلندکوهی منطقه پامیر بوده است. مسئولان گفتند سرباز از بیماری درگذشت. در مرگنامه سرباز نارسایی کار دل و رگ‌ها را سبب فوت نوشته‌اند. مادر سرباز به رادیوی آزادی گفته است که وقتهای آخر می گفت مناسبت در جای خدمت خوب نیست. پسرم را دیگران لطوکوب کردند. فکر می کنم از بیماری نفهمیده است. او را دیگران کشته‌اند. به گفته مادر سرباز اصلا به ارتش بردن شاهرخ درست نبود. شاهرخ درد گلو و زاب داشت، دلش هم از سردی ورم کرده بود. پیوندان شاهرخ محکموف طلب دارند که مرگ او همه جانبه سنجیده و گناهکاران یافت شوند. گفتنی است دهها چنین حالت‌ها رسانه‌ای شده است که به بیماری و شرایط سلامتی جوانان نگاه نکرده آنها را از کوچه و خیابان بازداشت کرده به خدمت حربی می‌فرستند. چندین مرتبه بر اثر لطوکوب در خدمت حربی سربازان جان داده‌اند، اما همانا این بی‌سرابانی در ارتش تاجیکستان ادامه دارد. دیرکتوری اید به ذخیره‌ها و تحلیل فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا رابرت اونگر از ولایت‌های اوش و بادکند قرقیزستان دیدن کرد. در این باره خبرگزاری 24 نقطه‌گی با استناد از قول المسبک ابیتوف نماینده پرزیدنت و حکومت در ژاکارگو کنش خبر داده است. از روی معلومات وزارت حالت‌های فوق‌العاده را در جلسه پارلمان قرائت کرده ابیتوف دانسته می شود که سفر کاری رابرت انگر از 16 تا 18 اکتبر دوام کرده است. در این مدت نماینده ایالات متحده آمریکا از ولایت بادکند دیدن کرده با معاون وزیر حالت‌های اضطراری اورماتبک شمیرخانوف ملاقات کرده است. در خبر گفته می شود که در جریان ملاقات جانب آمریکا با وضع در مرز قرقیزستان تاجیکستان کار وزارت و همچنین بناهایی که آدمان موقتا جایگیر شده اند شناس شده است. از این پیش در جلسه پارلمان قرقیزستان وکیل پارلمان ادخان مادوماروف گفته بود که یک هیئت نظامی آمریکا وارد قرقیزستان شده است. با نظر داشتی وضع کشورهای همسایه این یک جنایت غیر قابل تصور است. مادوماروف تاکید کرد که ما اعضای سازمان پیمان امنیت دست جمعی هستیم. در سنت پترزبورگ جلسه این سازمان برگزار می شود. ما با ایالات متحده سازشنامه درباره همکاری‌های نظامی نداریم. لایحه وجود ندارد چون این مسئله در پارلمان هم بررسی نشده است. وکیلان پارلمان قرقیزستان دیروز 20 اکتبر طرح قانونی را قبول کردند که در حالت‌های مخصوص به ساکنان ناحیه‌های نزد مرزی ولایت‌های بادکند و اوش دادن اسلحه جنگی را قانونی می‌گرداند. با جانبداری از این قانون 63 وکیل و ضد آن 3 وکیل رای دادند. تا این زمان طرح قانون پشت درهای بسته بررسی می‌شد. طبق این قانون قبول شده به ساکنان منطقه‌های نزد مرزی اجازه داده می‌شود که اختیاراً در جنگ‌ها شرکت کنند و همچنین گرفتن سلاح به آنها ممکن می‌شود. تصمیم دادن سلاح به ساکنان منطقه‌های نزد مرزی قرقیزستان پس از مناقشه آخر در مرز تاجیکستان قرقیزستان صورت می‌گیرد. در این مناقشه از دو طرف 10 نفر کشته و زخمی شدند. کارشناسان در تاجیکستان گفتند دادن سلاح به ساکنان نزد مرزی می‌تواند باعث خونریزی بیشتر شود. مهاجران کشورهای آسیای میانه و قفقاز در روسیه که قبلا برای گرفتن شهروندی روسیه سخت کوشش می‌کردند، حالا از دریافت شهروندی روسیه خودداری می‌کنند. با وجود اینکه ورود مهاجران به روسیه حتی زمان موبیلیزاسیون تغییر نیافت،
مهاجران با داشتن اجازه زیست موقتی RVP یا حجت اجازه زیست VNG قناعت کرده جریان گرفتن شناسنامه روسیه را به وقت دیگر میگذارند. در این باره رهبر مرکز تحقیقات تحلیلی و عملی روندهای مهاجرت ویچیسلاو پاستاونین به ایزوستیا اظهار نظر کرده است. ویچیسلاو پاستاونین گفته است مثل قبل شهروندان ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، آذربایجان و ارمنستان و اوکراین و مولداوا در روسیه کار و زندگی کردن میخواهند، زیرا در این جایها به خصوص در تاجیکستان و ازبکستان جایهای کاری زیاد نشده روزگارشان هم بهبود نیافته است. در روسیه باشد شغل و سطح بلندی معاش باقی ماند. به گفته پاستاونین در رابطه به معرکه قسمان سفربری به جنگ علیه اوکراین کسانی که میخواستند شهروندی روسیه را به دست آورند فکرشان تغییر یافته است. کشورهای دیگر از جمله تاجیکستان هم به شهروندان مقیم خود در قلمرو روسیه هشدار داده‌اند. کارشناسان گفتند پیش از همه سخن درباره شهروندان آن کشورهای می رود که رهبریت آنها اشتراک شهروندان خود را در عملیات جنگی در قلمرو اوکراین حتی تا به جوابگری جنایی کشیدن برای این کار منع کرده اند. ویچیسلاو پاستاونین علاوه کرده است مهاجر زنان که به معرکه قسمت سفربری به ارتش جلب نمی شوند مثل پیشین به گرفتن شناسنامه روسیه ادامه داده ایستاده اند.